سلام دوستان و همراهان گرامی فروشگاه زعیمیان. تعویض دستگاه مدیا النترای 2025 و روش باز کردن. اول قاب بالای کیلومتر رو از گوشه چپ با ابزار مناسب خالش رو شل میکنید و بلند میکنید. زیرش پیچ داره، دوتا پیچ پشت پخشه که این دوتا پیچ رو باز میکنید، چارسوه این دوتا و پیچای بالای کیلومتر رو وا میکنید. قاب بغل رو پیچش رو وا میکنید، در میارید. خود قاب کیلومتر رو که در میارید، بغلش یه پیچ داره که به پخش وصله. اون پیچ رو حواستون باشه که حتما باز کنید. این گوشه هستش. اینجا پیچ باز میشه. دوتا پیچ هم که بالا داره، اون دوتا پیچ هم باز میشه. یکی اینجاست، یکی هم اینجا. و پخش رو میکشید بیرون. سوکت های برق رو فشار میدید تو، خارج رو فشار میدید، در میاره. سوکت USB و آنتن رادیو. حواستون به این دوتا پیچ حتما باشه برای باز شدن و این پیچ بغل و این یکی که سمت کیلومتره. سوکت اصلی، USB، رادیو.